رشته مبارزات آزاد یکی از رشته‌های دلچسب و رقابت‌های مهیج داره که در افغانستان علاقمندان به خصوص خود داره. ماشاءالله باشه در اواخر ورزشکارای رشته مبارزات آزاد به حد زیاد شده که خارج از مرزهای افغانستان همینا رقابت میکنن، افتخارات بزرگ را به افغانستان کمایی میکنن. سابقا با ورزشکاران کم داشتیم، قهرمانای کم در این رشته داشتیم، ولی فعلا خیلی زیاد داریم که در سازمان‌های معتبر UFC که سازمان جهانی است اونها رقابت میکنن و قهرمانای دیگه هم داریم که قهرمانای تازه نفس هستند در داخل خاک افغانستان هم بر رقابت‌ها میپردازند و همچنان رشته مبارزات آزاد را پیش میبرند. خوشبختانه ما با جناب وحیدالله شیرزایی ورزشکار مبارزات آزاد هستیم، یکی از قهرمانان رشته مبارزات آزاد که با اونها هم کلام میشیم. سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدین. قربانتان عباس صاحب، سلام به شما و از طریق تلویزیون ملی که همین اکنون ما را برنامه بیننده است و تمام هموطنان عزیز سلام. وحیدالله شیرزایی هستم، یک تن از ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان. بخیر باشین. من خیلی خوشحال شدم شما از ولایت ننگرهار آمدین به کابل. قربانتان. از ولایت و چی گپا بود ننگرهار؟ والا ننگرهار دیگه جای خوب است، یک سه ماه بسیار گرمی زیاد می باشه. همین فصل گرمی است فکر کنم. گرمی بسیار زیاد بود دیگه. ما در فصل سرما تمرینای آزاد هم بسیار کیف میکنه، لذت میبریم. ما باز کوشش میکنیم زیادتر تمرینات خود در فضای آزاد کنیم. او فعلا هم به خاطر که هوا گرم است در داخل کلاب، یعنی این دور تمرینات نمیشه، باید اوت دور تمرینات کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. چقدر وقت میشه که ورزش مبارزات آزاد را پیش میبری؟ ما خود تقریبا به MMA که روی آوردیم 6 سال 7 سال میشه تقریبا و از او به پیش تمرینات بوکسینگ و پهلوانی را پیش می‌بردیم. بسیار خوب، بسیار خوب. میکس بوکس و پهلوانی را پیش می‌بردیم؟ بوکسینگ پهلوانی را میکس پیش می‌بردیم. در شروع ما بوکسینگ شروع کردیم. بسیار خوب. چند رقابت انجام دادین در رشته مشتزنی؟ در رشته مشتزنی تقریبا کلش حساب کنم 17 رقابت کردیم. ماشاءالله ماشاءالله. عضویت تیم هم داشتین؟ نه، عضویت تیم منتخب ولایت ننگرهار را داشتیم، باز مشکلات در تیم ملی مسابقه نکردیم. خب پلان دارم که انشالله در کوشش هستم در تیم ملی روان سال مسابقه کنم در بوکسینگ. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی عالی است. بعد از زیاد سالا میخواین که پس وارد رنگ بوکس شوین. بیاین از کشتی برای ما بگین، در کشتی هم رقابت کردین؟ بله، در کشتی مسابقات زیاد کردیم، ولایتی که ولایت لوگر، لغمان، کابل و زیادترش در ولایت ننگرهار کردیم. سی کشتی هم داریم در پهلوانی که 28 برد دارم و 2 باخت در پهلوانی. فکر نمی کنم دیگه که حریفایت اما نقطه ضعف را پیدا بکنن که خودت استرایکر است یا گراوند گیمر. در MMA هم مردورش در شما پیش بردین دیگه، یک ذره چالش برانگیز است فایت با شما. واقعیت در باعث که وقت به MMA روی آوردم، واقعیت سر بوکس خود زیاد یعنی باور داشتم سر دست پای خود و استایل استرایکینگ خوش دارم که باید استرایکینگ فایت کنم و کل مبارزات هم در استرایکینگ پیروز شدیم. 6 پروفشنال مسابقه کردیم که 5 نکاوت دارم. مسابقات در نکاوت بردیم، 5 نکاوت زدیم در رکورد داریم و یک مسابقه را در توسط نمره باخت کردیم. خب البته مسابقه اول بوده. مسابقات اول. بسیار خوب. ولایت ننگرهار ما همیشه رقابت ها را ورزش رشد دادن. ننگرهاری عزیز همچنان رقابت های تیم ملی ما، منتخب ما در رشته کشتی هم گهگاه برگزار میشه، خصوصا در فصل سرما که هوا سرد می باشه. در ولایت ننگرهار مسابقات را در زمستان برگزار میکنه. حتما اشتراک ورزیدین. رقابت های خوب بوده و در کل دیگر رشته پیش بردین؟ نه، ما که واقعیت داشت تمرین کردیم و واردش بودیم، مسابقه کردیم، بوکسینگ، پهلوانی و MMA را پیش بردیم. بسیار خوب. کیها تشویقت کردن؟ والا تشویق خود از طرف خانواده، دوستا که مرا میدیدن و قدت بلند است، بادیت فیتنس به این جور است که تو باید در MMA روی بیاری و خودم هم پلان ما این بود که کشتی و بوکس اول شروع کرده بودم. پلان ما این بود که باز ما یک وقت به MMA دارو بخورم. از خانواده یاد کردی، یک سوال از پیشت میکنم نظر به می گپایی که زدی. مادر جانم رضایت داره؟ والا مادر جانم از واقعیت گپ باشه یگان وقت ممانعت میکنه که مسابقه می باشه، در رژیم که می باشه مرا می خدا چی جور کردی میادر میاد مسابقه نکن. حتی یک روز گفت که اگر یه مسابقه کردی ما نبخشیدی. من گفتم نه گپ نزدی که ما خب نمیشه، مبارزه زندگی ماست.
ما به این مبارزه به هدف مبارزه اومدی رقابت ورزش پیش گرفتی؟ واقعا. خیلی خوب. اتو وقت شده که در کلاب مصدوم شده باشی یا در جریان رقابت ها یا در جریان سپارینگ بازرخانه پود کرده باشی، رفته باشی خانه کاکا ماما چهره به مادر جان نشان نداده باشی، به خاطر که رشته مبارزات آزاد باز بوکسینگ هر دو رشته مجدنی یک قسم خطرناک است، اما سپارینگ های شما این مسابقه است. حقیقت برات بگم واسه ما در سپارینگ ها و در استاد پای در استرایکینگ زیاد تجربه دارم. و تو کس نیست مرا زیاد اوگار کرده باشه. خو یگان وقت پایم در گریپلینگ در پالوانی اوگار شده و زیادتر وقت در خانه زیاد نمیگیم، به خاطر که باز مادر ممانعت میکنه. پدرم که چیز نمیگه، واه میفهم و ورزش باز مادر یک ذره مهربان میباشه. خصوصا پدرها میخواین که این بچه‌هاش هم تو ورزشکار باشه، مبارزه کنه، تشویق میکنه بیشتر. گهگاه پدر ممانعت میکنه. از این بر ما بگو که با کیها تمرین کردی؟ از چهره های سرشناس ورزش مبارزات آزاد، پارتنرهایی که در ننگرهار داری، ورزشکاران خوب ننگرهار داره؟ ما خو شروع بوکسینگ که تو استاد سمسور صافی که بابای بوکس زون شرق یاد میشه که از شروع کرده بودم، و پهلوانی رم که تو استاد عبدالاحد رحیمی و استاد حاجی ایمل احمدزی تمرین میگم که رئیس فدراسیون پهلوانی ولایت ننگرهار بود. و تمرینات MMA که شروع کردم که تو استاد گران آقا کمال رئیس ورزش های رزمی زون شرق هم است، خودتان با شناخت داره که واقعا بالای ما زیاد زحمت کشیده. امروز که در این مقام هستم برکت از امروز. دقیق. خیلی سپاسگزارشان هستیم. تشکر از تمامی عزیزانی که در راستای ورزش ولایت ننگرهار ما، در راستای ورزش کشور ما و ناسحیم هستن، به خاطر رشد ورزش کارهای ارزنده و شایسته انجام دادن. من قلبا سپاسگزارشان هستم. با ما با افتخار میارین شما. خیلی سپاسگزار شما همچنان هستم. از امکانات بر ما بگو، در ولایت ننگرهار امکانات ورزشی چگونه است؟ چقدر پیشرفت‌ها صورت گرفته در قسمت ورزش؟ در کل، البته در کل، در تمام رشته ها. واقعا در رشته بوکسینگ، پهلوانی و MMA باز بسیار زیاد رشد کرده. فعلا در ننگرهار کمپای خوب داریم، ما امکانات خوب است، استادای ورزیده هستند، میفهمند، با تجربه است. خصوصا کمپ ورزشی ما که کمال MMA کمپ استاد گران آقا کمال تمرین میدادش، واقعا به سطح جهانی جور است. قفس داره و فتنس، جای پالوانیش مکمل برنامهش جور است. و نگفتن ما خودم به نام شیرزای فری فایت اکادمی یک کلاب دارم، خودم هم تمرین میدم. خب لاب نمیگیریم دیگه، ترینر هاست لاب وا میگیره. خب خودم هم یک کلاب دارم. بسیار خوب، بسیار خوب. انشالله پیشرفت‌های دیگه تام ببینیم. انشالله در تمام امور زندگی موفق باشی. شیرزای عزیز، از برای ما بگو که در ننگرهار هر ولایت اما رشته های بخصوص خود را یک قسم داره. مثلا ولایت هرات ما یکی از ولایت های فوتبال خیز است، زیادتر فوتبال را دوست دارن. دیگر رشته هم هست فوتبال را زیادتر دوست دارن. مثلا پرورش اندام زیادتر در کابل، ولایت مزار شریف و همچنان هرات رشد کرده. در ولایت ننگرهار کدام رشته زیادتر علاقمند داره؟ زیادتر جوانان سوی رشته ورزشی میرن؟ ما خبر بیشتر گفتم باعث که فعلا در ولایت ننگرهار MMA واقعا زیاد در کش روان است. ورزشکاران خوب داریم ما. خویی که یک ورزشکار سپانسر داشته نباشه هیچ وقت نمیتونه پیشرفت کنه. در ورزش MMA مهمی است که باید یک ورزشکار سپانسر داشته باشه. هیچ ورزشکار بدون سپانسر، بدون حمایت نمیتونه که به قله‌های بلند برسه. یک ورزشکار 6-7 سال تمرین میکنه، زحمت میکشه، او با اون مقام خود میرسانه که میتونه در استپای بالا مسابقه کنه. اما اوجا سپانسر ضرورت است، برنامه ضرورت است، رژیم غذایی، کلش مصارف داره. و رشته مبارزات آزاد، بوکسینگ و پهلوانی و دور از رزمی ورزش ها ولایت ننگرهار باز کرکت مردم بسیار زیاد. خیلی خوب، خیلی خوب. کرکت خود در تمام کشور ما رشد کرده، بخصوص ولایت ننگرهار ما زیادتر رشد کرده. میادین بسیار خوب داره و زمینه مساعد هست. یک موضوعی که یادم آمد، در کابل مسابقه کردی خودت در رشته مبارزات آزاد؟ زیادتر رقابت‌ها رو در کابل پیش بردی یا در ننگرهار؟ بله، ما در ولایت خوست مسابقه کردیم، ولایت در مزار شریف مسابقه کردیم که شب ناکاوت زیدیفسی که فعلا در سطح برگزاری و سطح لیول مسابقاتش به سطح افغانستان به نظر ما مقام اول داره. و در کابل هم مسابقه کردیم
در بخش آماتور زیاد مسابقه کردیم در کمپ بی اف سی و دیگه. خب پروفشنال که مسابقه کردیم 6 مسابقه پروفشنال دارم که الحمدلله 5 پیروزی است، 5 نکاوت است و یک مسابقه را که باختیم توسط نمره بود. درست. یک مورد یادم آمد، چی باعث شد که از رشته بوکس که شما 30 مسابقه در پهلوانی انجام دادین و چندین مسابقه در بوکس انجام دادین، خوب اما رنکینگ رقابت‌هایتان هم خیلی خوب بوده، یک رنکینگ خوب قرار داشتین، دستاوردهای خوب داشتین، یک دم اومدین به MMA مبارزات آزاد؟ عباسی صاحب رشته MMA که است میکس به خاطر میگم رشته بوکس که زیادتر پیسه داره نه؟ اگر از نگاه پیسه فکر کنی در افغانستان رشته MMA زیاد رشد داره نسبت به بوکسینگ هم. اگر در تیم ملی هم دیگه در بوکسینگ مسابقه کنی نتیجه بدی کدام خاص نه پیسه است نه چی. در افغانستان اگر دیگه چیز نیست هم 10,000 15,000 مصرف کرایه تا خب پس میده. سطح بالا که مسابقه میکنی دیگه. انشالله ما روان فایت ما مدعی کمربند 66 کیلوی سازمان ZFC افغانستان هستم دیگه. بخیر 16 سنبله مسابقه در کدام شب ناکاوت در وزن 66 کیلو. آخرین رقابت که انجام دادی کدام وزن بود؟ 66 کیلو. با کی بود؟ با زبیولا پروانی بود که مسابقه را زیاد خوب فایت کردیم مردوی ما. خب توسط یک 2-3 نمره او پیروز میدان او پیروز شد. بله. خب رقابت است، هرچی هر کس زیاد زحمت کشیده باشه عرق ریزی بکنه داخل رنگ، اما لحظات بسیار طلایی از چانس ها هست، در یک ثانیه میتونه که قرعه به نفع دیگه که به حریف تمام شه، به نفع حریف خود خاتمه یافت کنه. و رقابت است. ما هم یک قسم هیجانی میشم در وقتی که در رابطه با رقابت ها میگم و از رقابت ها میشنم، چون همیشه از نزدیک رقابت ها را که میبینم رقابت های مهیج داره، رقابت های خطرناک داره رشته مبارزات آزاد. و نزد استاد موسی افغان هم در سازمان اونام شما رقابت انجام دادید؟ نه در سازمان از ما مسابقه نکردیم و شاگردای ما مسابقه کرده و کتشان که استاد موسی رابط داریم. استاد موسی یکی از قهرمان سازان خوبه کشور ماست که قهرمانان زیاد افغانستان از زیر دستشان تربیت شده، مثل عظیم بدخشی، سید مرتضی داره، نوررحمان امیری، بچهای زیاد است که تربیت کردن دیگه. استاد خوب است، خیلی خوب که رابطه داریم. بسیار خوب بسیار خوب. شیرزه عزیز، اگر کمربند به دست آوردی از سازمان ZFC به کجا خواهد رسیده و کدام نتیجه رو به شما خواهد داشت؟ ما پلانم اینمی است که در وزن خود یک کمربند واقعی که فعلا در افغانستان 2 سازمان واقعی است که از طریق زوم باید تو در لیول خود 4 یا 3 فایت برد کنی، بری سر کمربند باز مبارزه کنی. اونم لذت داره کمربند سرشانی خود کنی. در این سازمان چند رقابت انجام دادید؟ 3 مبارزه کردیم. یک باخت 2 برد دارم. امی آخری رقابتت بالای کمربند است که باید ما خود مدعی هستم، دعوا دارم دیگه. سازمان مرا گفت که ما نیمه هفته آینده هیئت رهبری میشینه سر از پلان میگیره که یا ترکت یک خارجی جوړ کنیم و یا سر کمربند. خب برای ما مهم کمربند است که یک بهترین افغانستان بزنم که معلوم شود بهترین از وزن کی است. خیلی خوب. از جناب استاد یوسف مومند شما حتما با اونا آشنایی دارین؟ ورزشکارای مبارزات آزاد حتما آشنایی دارن با چهرهشان، با نامشان. فعلا در رأس فدراسیون ورزش‌های رزمی قرار گرفته. چقدر خدمت کرده، چقدر تغییرات ایجاد کرده و این رشته چقدر توانسته در این رشته تحولات ایجاد بکنه و همچنان سهولت‌ها ایجاد بکنن؟ والا استاد یوسف مومند شناخت داریم، دوست ماست، یکی از استادای با تجربه کشور ماست و خوش هستیم که رئیس ورزش‌های رزمی افغانستان شدن. با آمدن از او سازمان ZFC یک چیز مشکل داشت که ریاست ورزش‌های رزمی باش ایجاد داده بود دیگه. حال سازمان ZFC هم واس شد، اعلام کرد و ما ازش خواهش ما اینمی است که رشته مبارزات آزاد از باید البو، زانو، کل چیز باید دهی باشه. دهی البو، زانو را که یا بند میکنه باز مسابقه تو میشه مثل کیک بوکس، یک کشتی و کیک بوکس میباشه دیگه. مستایل و جذابیت مسابقه که است در زانو در آرنج است. فایتر که نزدیک میشه که میزنی اون لذت داره دیگه. این خوب بیخی لذت نداره که آرنج و زانو نباشه. باز آرنج هم یک راه داره که بند شود. خب زانو را که بند کردن واقعا زیاد خفه هستیم و خواهان از این هستیم که باید در رشته مبارزات آزاد کدام قیداد و پایگیری که است
پس واس شوم. خیلی خوب. از این بر ما بگو که تو کسی هست که چلنج داده باشیش یا چلنج بتیش که اونا را به فایت دعوت کرده باشی که با شما یک رقابت در 8 جولی مبارزات آزاد داشته باشه در افغانستان؟ عباس صاحب ما همیشه کوشش اینمی است که افغانای خود چلنج ندم و کوشش ما اینمی است که بهترین ها مسابقه کنم. ما ورزش رقابت است. دقیق. دیگه ما یک وقت حامد امیری را مبارزه دعوت کرده بودم. اونا در سازمان MKFC رقابت میکنن فکر کنم. او وقت در ZFC بود، ما هم در ZFC بودیم. باز از ZFC او برآمده بود در MKFC بود. ما در MKFC قرارداد نشم، باز چلنج قبول کرده بود. در او وقت ما مسابقه میکرد که خان محمد اسحاقزی مسابقه نکرده بود و یک آذربایجانی رو زد در MKFC. حالا که ما حاضر هستیم که در MKFC هم فایت کنم. دیروز هم رفته بودیم که تکس پیشته بودیم در این باره دیگه کتش در رابطه است. اگر مسابقه را اوکی کنه ما میخوایم که حامد امیری مسابقه کنم. یک چیز فکر نمیکنین که ریکاردای حامد امیری 12-0 است فکر کنم یا 11-0 است؟ عباس صاحب ریکارداش صحیح است فکر کنم 10-0 است. شما بلندتر است. ریکارداش از ما که بلندتر است، فایتر خوب است، ما برش احترام داریم. به نام افغانستان مسابقه میکنه، اما ما علاقه دارم که مسابقه کنم و در جان خودی توانی رو میبینم. همیشه یک فایتر که ببینه که ما که دیزی فایتر فیصدی برد و من نیست مسابقه نمیکنه دیگه. ما فیصدی برد خودم میبینم، به می خاطر به مبارزه دعوتش کردیم و باز هم اگه مسابقه میکنه مسابقه حاضر هستم در MKFC که مسابقه کنم. حامد جان امیری انشالله که ویدیو رو میبینه، شیرزای صاحب میگه رقابت کنین، یک رقابت خوب باشه انشالله ما ببینم. حتما نظریات به خصوص خودش موضوع ریکاردها که در افغانستان زیاد ریکاردهای زیاد فایترها دلیت شد و باز مردم از پیسه میگیره، باز برات صف میکنه با 6 ماه بعد باز دلیت میباشه. موضوع ریکارد باشه، ما 6 ریکارد دارم، 1 باخت و 5 پیروزی دارم که کلش توسط نکاوت پیروز شدیم و در غیر از در کشتی و در بوکسینگ هم ما زیاد مسابقات کردیم دیگه. ما میدانم که کاتش مسابقه کنم و انشاءالله این مسابقه زیاد جذاب خواهد بود. خیلی خوب. انگیزی شکست دادن از امیری را، از حامد امیری را حتما کدام تکنیکت یا کدام تکتیک یا کدام حرکتت ایجاد کرده در ذهنت؟ سر کدام حرکت زیاد حاکم هستی؟ هرچند مثل یک راز واره باقی میمونه، خب خیر یک کمک معلومات میگیریم. حامد امیری فایتر تکمیل است، هم از گراوند خوب است هم از استرایکینگ. ما که در جان از او چیز را دیدیم رو ما انتخاب کردیم. ما میدانم رو 100% گفته نمیدانم، بازم از نگاه قد موضوع کرده بخوای از دور فایت کنیم. نه از نزدیک ما چرا هم فایتر باشه، یعنی صفت جان خدا نمیگره با صفت خواهد گفت که صفت میگنه و اما تنان عزیز خواهد گفت در حساب استرایکینگ هیچ مشکل ندارم که می هر رقم فایتر باشم ما کدش مسابقه میکنم و خوش هستم که علاقمند هستم که ساده فایت کنم. زیادتر هم وطنان ما میره خوش داره که ساده جنگ مسابقه را ببینن. زیادتر فایتراست زیر مسابقه را میبرم اونجا محکم گرفتید 2.5 دقیقه مسابقه را اونجا زیر محکم میگیره، هیچ مسابقه نمیکنه، او خود لذت مسابقه را میبره. ما نمیگم که کدام فایت ما بود، یک فایت ما بود که در مسابقه 2.5 دقیقه مرا فایتر زیر محکم گرفته. ما زیر فعالیت هم میکنم، زیای وقت داورم میگم که بیادر مسابقه را سرپای کن. در قانون می است که 15 ثانیه یا 20 ثانیه اگر فایتر بالا فعالیت نمیکنه مسابقه را سرپای میکنی. ده با می حساب مسابقه را سر ما وقت ضایع کرد، مقصد وقت تیر کردن و گفت که والا سر بود مسابقه را بارزو یعنی بیروز شناخته شد. درست. دقیق برش میگم ذبیح‌الله پروانی مسابقه مگه بود. درست. انشالله که رقابت‌های خوب را پیشرو داشته باشی. از پلان آینده تا میشنویم، از چالش تا فهمیدیم، از پیشنهاد رقابتی که به حامد امیری کردی. بین در رابطه با پلان آینده هم برای ما بگو کدام رقابت‌ها را پیشرو داری و کدام پلان‌ها و برنامه‌ها را به خاطر ورزش خودت داری که باید در کدام نقطه برسی، این رو به ما بگو. باشه ما خود کوشش هستم که بخیر مسابقه در شروع که دارم سر کمربند یا کت خارجی شاه بخیر و سازمان ZFC و MKFC هر دویش سازمان‌های خود ماست دیگه. انشالله کوشش میکنم در دوی سازمان که بهترین ها مسابقه کنم و حاضر هستم که مسابقه هم کنم. اما میخوام کمربند هر دوی سازمان را به دست بیارم و بغیر از داخل افغانستان
از ما همیشه هم کوشش ما میخواد بود که به نام افغانستان در میادین خارجی مسابقه کنیم و نام افغانستان و بیرق افغانستان رو بلند کنیم. انشالله موفق باشین. ما تمنای پیروزی هرچی بیشتر را دارم از خداوند. انشالله طلایی ببینیمت. همچنان پیام تا مشنویم. پیام مردم افغانستان می است که از قوم‌پرستی دست بگیرین. ما همه افغان هستیم، اگر تاجک است، پختون است، هزاره است، کل ما باید یک دست شویم و با هم از یک دست با پشتو یک مطل است میاد دیول است نترک نخیجی. این گردوش یک جا شد یک صدا کرد که باید کل ما یک جا شویم و با هم به وطن خود کار کنیم و به جوانا پیام می است که در این وقتا مواد مخدر و نشه‌ای زیاد مضر است و زیاد جوانا کتش دست به گریبان است. دیگه کوشش کنن که ورزش کنن و تعلیم خود پی ببرن تا از این چیزا هم بد باشن. بخیر باشین، انشالله که موفق باشین و به تمام آرزوهای دلت برسی، قهرمان شوین و به تمام ورزشکارا ما احترام داریم. بله. هر کسی که در سلام صبح بخیر می پیشنهاد رقابت میکنه، خدای نکرده کدام فکر بد یا منفی به شما نداره. یک چیز طبیعی است، پیشنهاد رقابت در دنیای مبارزات آزاد نه بلکه در تمام رشته ها است. به خاطر رقابت دعوت کردن یک چیز طبیعی است. این که داخل کشور می باشه یا خارج از کشور این هم طبیعی است. مشتاق علاقمند هستیم که ورزشکارهای خود را ببینیم در یک جایگاه بلند. انشالله دعا میکنیم که پیروز شوند و خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان. موفق باشین. از شما هم تشکر که حضور یافتین. وحیدالله شیرزایی، ورزشکار مبارزات آزاد. سلامت باشه. بسیار تشکر از شما که ما رو در برنامه دعوت کنیم. بخیر باشین. سلامت باشین. تلویزیون ملی افغانستان تلویزیون خود شماست، رسانه خود شماست، افتخار ما هستین. سلامت.